ئەمن کوێستانی کوردستانی خۆم پێ خۆشە بۆ چیمە کنارا بەرەوکناوات و گل گشت مسلارا. سلام، من وارتانم و اینجا MV. توی این سلسله ویدیوها قراره که ما هم یک شعر بخونیم و بعد از اون به صورت مختصر شاعرش رو معرفی کنیم. شعر اولی که میخوام براتون بخونم از عباس حقیقیه، شاعر کرد زبان اهل بوکان که ارادت خاصی به حافظ و البته سعدی داشته، طوری که بیشتر از 100 غزل حافظ رو از زبان فارسی به زبان کردی ترجمه کرده. کلی اشعار فارسی و کردی داره و به شکل کلی یک شاعر نامدار و شناخته شده است میان کرد زبان‌ها. عباس حقیقی سال 1281 به دنیا میاد در یکی از روستاهای اطراف بوکان و سال 1375 هم از دنیا میره. این ملمعی که میخوام براتون بخونم در واقع ملمع میشه هر شعری که بیش از 2 زبان تشکیل شده باشه و این ملمع خب ملمع فارسی و کردیه، مصرع اول از عباس حقیقی و مصرع دوم از حافظ، به شکلی که حالت یک گفتگو داره میان این دو شاعر. حقیقی این رو توی دیوان خودش در آورده در سال 1367. به چاوی ترکی توریزی دبخشم کشوری دارا، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. ئەمن کوێستانی کوردستانی خۆم پێ خۆشە بۆ چیمە کنارا بەرەوکناوات و گل گشت مسلارا. خدا من لەبەر نازی پەری ڕوویانی بێ ئامان، جنان بردند صبر از دل که ترکان خانه یغما را. لە وەسفی دڵبەری مندا کتوی حافظی شیراز، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. اگر جاری جمال یوسف دیبای ددزانی، که عشق از پرده اسمت برون آرد زلیخا را. تعالی لبر خونچه نپشکو توی دمولیوت، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. دەزانن گەوهرێکی زۆر گران قەدرە لە گوێی دەگرن، جوانان سعادەتمەند پند پیر دانا را. لە لێوت گوڵ لەباری خونچە پشکو تنجینێوتدا، جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخا را. حقیقی حافظش استاده، اما پێم بڵێ چت کن که بر نظم تو افشاند فلک حق سریا. من معادل فارسی مصرع‌های کردی رو هم براتون توی کپشن می‌نویسم. این اپیزود اول بود. امیدوارم که این ویدیوها رو دوست داشته باشین و از این به بعد قراره که این سبک ویدیوها رو ادامه بدیم و از شعرهای دیگه هم بخونیم.